آقای پورشه این چه کاریه؟ من نمیدونم. یا اول جک هیدرولیک ماشین خرابه، توی سقف کار گذاشتن، روغنم ریخته، سقفم خراب کرده. خب مثل ایکس 3 ایکس 4 مثل بی ام و چشه مگه؟ میذاشتی اینجا قشنگ آدم میتونست عوضش کنه، نه به خاطر دو تا جک کل ماشین رو مجبور شدیم باز. الان درست شد؟ الان جنسش داره میاد درست میشه. آپشن چیزم داریم تی، اینو خود مشتری گذاشته. آره ببین نو هم هستن، اپک درش نیورده، کار داشته اینجوری میذاشته زیرش. الان ارتفاعش هم درست فکر سایز گرفته. آقای پورشه این چه کاریه؟ من نمیدونم. یا اول جک هیدرولیک ماشین خرابه، توی سقف کار گذاشتن، روغنم ریخته.